سلام دوستان، خوش اومدید به کانال تدریس فیزیولوژی ورزشی. تو این ویدیو قراره در مورد مهمترین منابع آزمون دکترای فیزیولوژی ورزشی صحبت بکنیم. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید که خیلی میتونه به شما کمک بکنه و قبل از دیدن ویدیو لطف بکنید کانال منو سابسکرایب بکنید. اولین منبعی که به شما میخوام معرفی بکنم کتاب فیزیولوژی ورزشی تلفیق نظر و عمل هست. قبل از اینکه به معرفی منابع بپردازیم، به طور کلی سوالات آزمون دکترا در دو بخش عمومی و اختصاصی مطرح میشه که سوالات عمومی شامل زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی که باش کاری نداریم، اما سوالات تخصصی شامل 70 تا سواله که از این 70 تا سوال 20 تا سوال مربوط میشه به درس سنجش و اندازه‌گیری و 50 تا سوال مربوط میشه به سوالات تخصصی دیگه که شامل بیوشیمی ورزشی و فیزیولوژی ورزشی هست. ما در مورد این منابع میخوایم صحبت بکنیم، منابع فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی. اولین منبعی که به شما معرفی میکنم کتاب فیزیولوژی ورزشی تلفیق نظر عمل است. کتاب ساده و روونیه. پیشنهاد من برای افرادیه که سطح فیزیولوژی خیلی پایینی دارن از این کتاب شروع بکنن، چرا کتاب‌های بعدی کتاب‌های سختیه. پس بهتر شما از این کتاب شروع بکنید. کتاب ساده و روونیه و خیلی میتونه به درک و فهم مفاهیم فیزیولوژیتون کمک بکنه. کتاب دوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی، کتاب قدیمیه اما چه کنیم که سوال زیادی از توش میاد، هم تو دوره ارشد و هم تو دوره دکترا جزء منابع اصلیه و چیزی در حدود 4 تا 7 تا سوال مستقیما از تو این کتاب تو آزمون دکترا میاد. حالا یه سال هست 2 تا سوال میاد، یه سال هست 7 تا سوال میاد و جای مشخصی هم میاد که بعداً در مورد این کتاب بیشتر صحبت می‌کنیم تو ویدیوهای بعدی. منبع بعدی کتاب فیزیولوژی ورزشی پلومن هست. این کتاب شاید به طور مستقیم منبع کنکور نباشه، اما این کتاب یه بخش خیلی مهمی داره به نام بخش قلب و تنفس که میتونه به درک فیزیولوژی قلبی عروقی و تنفسیتون کمک بکنه و به طور کلی کتاب مکملیه. من پیشنهاد میکنم این کتابو حتما بخونید اگه زمان کافی داره. اگه زمان کافی ندارید این کتابو نخونید، ولی بهتره این کتابو بخونید. کتاب بعدی کتاب فیزیولوژی ورزشی پیشرفته جلد 1 و 2 هست. کتاب خیلی مهمیه اما کتاب خیلی 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 سختیه. نه اینکه بگیم کتاب سختیه به لحاظ فهم، به لحاظ ترجمه‌ای ترجمهش خیلی بده و چه کنیم باید بخونیم دیگه و بهتر این کتابو بخونید، چرا که سوالاتی از متن کتاب میاد، مستقیما از متن کتاب میاد و سوالاتی که مفهومی هست. پس این کتابو حتما بخونید، هم جلد 1 و هم جلد 2. کتاب بعدی کتاب فیزیولوژی ورزشی قلب عروقی پیشرفته دنیس اسمیت هست. کتاب خیلی ساده و روونه و میتونه به درک فیزیولوژی قلب عروقی کمک بکنه. سوالم اومده تو کنکورهای قبلی، سوال اومده، ولی تو کنکورهای اخیر از این کتاب کمتر سوال اومده. حالا تو ویدیوهای بعدی سعی میکنیم در مورد تک تک کتاب‌ها هم صحبت بکنیم. کتاب بعدی کتاب قلب کلابونده است که این کتاب جدیدیه، بعضا از توش سوال میاد. اگر وقت کافی دارید به نظر من این کتاب بخونید، بد نیست. پس این کتاب رو بخونید. منابع فیزیولوژی تموم شد، رسیدیم به منابع بیوشیمی. کتاب اول میتونید کتاب بیوشیمی مکلارن رو بخونید. کتاب ساده و روونیه. تو کنکورهای قبلی از 1400 به قبل خب سوال بیشتری از بیوشیمی مکلارن اومده. بعد کتاب بیوشیمی هوستون مطرح شد. کتاب بیوشیمی هوستون کتاب در واقع گسترده‌ایه به لحاظ اینکه بخش زیادی از بیوشیمی رو در بر میگیره، اما کتاب جونیوریه. به اعتقاد من اگر میخوان خوب بیوشیمی یاد بگیرید کتاب هوستون رو بخونید. کتاب سختیه ولی کتاب خیلی خوبیه و میتونه به شما خیلی کمک بکنه و سوال زیادی هم میاد. کتاب بعدی کتاب بیوشیمی ماگیوس هست. کتاب جدیدیه که سال اگه اشتباه نکنم 2020 اومده و جدیداً ترجمه شده. تو سالهای اخیر سوال از توش اومده به خاطر اینکه خب مترجمش یکی از طراحان کنکور هست و ترجیحاً این کتابو بخونید. کتاب ساده‌ای به نسبت کتاب بیوشیمی هوستون کتاب ساده تریه و میتونید به راحتی این کتابو بخونید. کتاب بیوشیمی موگان کتاب بعدی هست. این کتاب قدیمیه، اگر زمان کافی ندارید این کتاب میتونید کنار بذارید، اما این کتاب یه بخش خیلی مهم داره به نام چرخه پورین نوکلئوتید. یه فصل داره به نام چرخه پورین نوکلئوتید که از این بخش سوال اومده تو کنکور. اگر فرصت کردید این کتاب بخونید و این بخش رو بخونید.
این بود منابع کنکور دکترای فیزیولوژی ورزشی. ممنون میشم که در مورد منابع بهم بازخورد بدید و تو کامنت ها برام بنویسید که چه ویدیوهایی براتون تهیه بکنم در مورد کتاب ها، در مورد مشکلاتی که تو مسیر دکترا دارید تا بتونیم به شما کمک بیشتری بکنیم. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.